تعدادی از ساکنان دوشنبه از پیشنهاد وکیل تاجیک درباره خدمت پولکی جانبداری میکنند. شرایط نامناسب، بدرفتاری با سربازان و مرگ جوانان در قسمت‌های حربی از سبب‌های اصلی سرکشی جوانان از خدمت در ارتش گفته می شود. آنها پیشنهاد دارند که بهتر می بود خدمت الترناتیوی راه اندازی شود و خواهشمندان با پرداخت پول به بودجه کشور به خدمت نروند. به نظر ما با پول می شود. ما طرفداری که کسی خواهد خدمت کند، کسی نمیخواهد. امانتبانк пуля спорад рабат гардад. Ну, я думаю, все-таки лучше так, потому что те, которые и так у них есть денег, они не ходят все равно. 10-11 مکتب تموم کرد، مکتب میانه را باید حتمی کنم. تغییرات به لایحه قانون درباره خدمت حربی از جانب وکیلان کمیته مجلس نمایندگان عاید به مدافعه و امنیت پیشنهاد شده است. به باور مؤلفان این شکل خدمت میتواند صف جوانان را در نیروهای ذخیروی بیشتر کند. هر نفری که با پرداخت مبلغ از خدمت آزاد شد سرباز ذخیروی می شود. مبلغ خدمت حربی را باید حکومت معین کند. دلربا صمد و حامی حقوق تاجیک بر این باور است که آزاد شدن از خدمت بر عوض مبلغ می تواند به قدرت ارتش آسیب رساند. از سوی دیگر به گفته او با این شیوه تنها جوانان از عائله های کم بضاعت به خدمت ارتش جلب خواهند شد که این یک نوع تبعیض است. امیدوارم که چنین نخواهد شد. منطق این کار معلوم نیست. شهروندان را نباید به یک منبع اندوزسپاری یا پر کردن بودجه دولت تبدیل داد. نباید این کار را قانونی و ارتش را تبعیض‌آمیز کرد. دلربا صمدова میگوید اگر جامعه شهروندی و حامیان حقوق برای تهیه طرح قانون جلب نشوند به احتمال زیاد آن لایحه تبعیض‌آمیز و یک راه پر کردن بودجه می شود.